سلام به همگی. تا حالا شده یه جمله فارسی بگید و حس کنید یه جای کار میلنگه، انگار یه چیزی کمه، نه؟ خب خیلی وقتا مشکل دقیقاً همینجاست، تفاوت بین فعل لازم و متعدی. ولی نگران نباشید، امروز قراره این گره رو برای همیشه باز کنیم، اونم با یه روش فوق‌العاده ساده. پس با من همراه باشید تا ببینیم چقدر راحت میشه این قضیه رو فهمید. خب اینم از نقشه راهمون. اول میریم سراغ فعلهای لازم، یعنی همون فعلهای مستقل. بعدش میرسیم به فعلهای متعدی که به یه مفعول احتیاج دارن. قسمت هیجان انگیزش اینجاست که یه قاعده طلایی برای تشخیص این دوتا یاد میگیریم. یه نگاهی هم به یه چالش جالب، یعنی افعال دو وجهی میندازیم و آخر سر هم یه جمع‌بندی سری داریم. آماده این؟ بزن بریم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول، فعل لازم. این فعل رو مثل یه شخصیت مستقل و خودکفا توی داستانمون در نظر بگیرید، کسی که به هیچ کس دیگه این نیاز نداره. ایده اصلیش فوق‌العاده ساده است. فعل لازم فعلیه که برای کامل شدن معنیش فقط و فقط به فاعل احتیاج داره. یعنی همون کسی یا چیزی که کار را انجام میده. به تنهایی یه جمله کامل و با معنی میسازه و به هیچ چیز دیگه‌ای وابسته نیست. حالا به این مثال‌های نگاه بندازید. پدر آمد، ماشین حرکت کرد، آسمان آفتابی شد. می‌بینید این جملات کاملاً معنی میدن. هیچ سوالی توی ذهن شما باقی نمیمونه. یعنی شما نمیپرسید پدر چه چیزی را آمد. این سوال اصلاً منطقی نیست. همین نشون میده که فعل ما لازمه. خب، حالا که با شخصیت مستقلمون آشنا شدیم، بریم سراغ شخصیت دوم داستان. فعل متعدی. این یکی دقیقاً برعکس قبلیه. تنها نیست و برای اینکه معنیش کامل بشه همیشه به یه همراه یعنی مفعول نیاز داره. ببینید این فعل دقیقاً نقطه مقابل فعل لازمه. عملش رو به یه چیز یا یه شخص دیگه منتقل میکنه. برای همینم بهش میگن متعدی. اون چیزی یا کسی که کار روش انجام میشه همون مفعوله. بدون اون جمله ناقصه. حالا تفاوت رو اینجا ببینید. اگه من فقط بگم پدر چید، شما بلافاصله میپرسید چی رو چید؟ یا اگه بگم مادر پخت، میپرسید چی رو پخت؟ امیر کتاب را نوشت. اگه کتاب را رو حذف کنیم، جمله ناقصه. این نیاز به جواب، این نیاز به مفعول، یعنی با یه فعل متعدی طرفیم. خب، تا اینجا با هر دو نوع فعل آشنا شدیم. ولی سوال اصلی اینه، توی یه جمله واقعی چطوری اینا رو از هم تشخیص بدیم؟ اینجاست که میخوام یه ابزار فوق‌العاده ساده اما خیلی خیلی قدرتمند بهتون معرفی کنم. یه جورایی کلید ماجراست. دقیقاً این همون سوالیه که خیلی ها رو گیج میکنه، اما واقعاً نگرانش نباشید، چون جوابش یه ترفند خیلی خیلی ساده است که الان بهتون میگم. و اینم از قاعده طلایی ما، یا بهتره بگم سلاح مخفی شما. فقط کافیه از فعل بپرسید چه چیزی را یا چه کسی را. همین، به همین سادگی. این دوتا سوال کلید حل این معماست. خب، حالا چطوری ازش استفاده کنیم؟ خیلی راحت. اول فعل جمله رو پیدا می‌کنید، بعد ازش میپرسید چه چیزی را یا چه کسی را. اگه این سوال معنی داشت و جمله به جوابش نیاز داشت، فعل شما متعدیه. اگه سوال بی معنی بود، فعل لازمه. بیاین امتحان کنیم. پدر چید؟ چه چیزی را؟ کاملا معنی میده. جوابش میشه سیب را. پس متعدیه. حالا این یکی. پدر آمد. چه چیزی را؟ این سوال اصلا معنی نمیده. پس فعل لازمه. دیدی چقدر ساده است؟ اینم یه نکته تکمیلی که کار رو از اینم راحت تر میکنه. توی فارسی کلمه را یه نشونه خیلی خیلی قویه. تقریباً هر جا توی جمله را رو دیدید میتونید 99% مطمئن باشید که با یه فعل متعدی سر و کار دارید. چون را دقیقاً نشونه مفعوله. مثل یه چراغ راهنمای بزرگ میمونه. خب، حالا که اصول اولیه رو یاد گرفتیم، بریم سراغ یه چالش جالب‌تر. بعضی از فعل‌ها توی فارسی هستن که یه جورایی دو وجهی‌ان، مثل آفتاب پرست میمونن. یعنی بسته به این که توی چه جمله استفاده بشن، میتونن هم لازم باشن و هم متعدی. یه مثال عالی براش فعل شکستن هست. به جمله سمت چپ نگاه کنید. کاسه شکست. اینجا کاسه خودش شکسته. کسی کاری نکرده. اگه بپرسیم چه چیزی را شکست، بی‌معنیه. پس اینجا شکست یه فعل لازمه. حالا بریم سمت راست. احمد شیشه را شکست.
اینجا یه فاعل داریم که یه کاری رو روی یه مفعول انجام داده. میتونیم بپرسیم احمد چه چیزی را شکست و جواب بگیریم شیشه را. پس اینجا شکست متعدیه. میبینید؟ حتی برای این فعل‌های دو وجهی هم همون قاعده طلایی ما مثل ساعت کار میکنه. خیلی خوب. وقتشه که همه چیزایی که گفتیم رو توی یه جمع‌بندی نهایی و سریع مرور کنیم. اینجوری همه نکات اصلی تو ذهنمون تثبیت میشه. پس خلاصه کلام اینه. فعل لازم به مفعول احتیاجی نداره، خودش کامله. در مقابل فعل متعدی حتماً به مفعول نیاز داره تا معنیش کامل بشه. کلید تشخیصمون چی بود؟ سوال چه چیزی را یا چه کسی را؟ این سوال برای فعل لازم بی‌معنیه، اما برای فعل متعدی کاملاً منطقی و ضروریه. مثال‌هاش هم که یادتونه. پدر آمد در برابر پدر سیب را چید و همین سادگی. با تمام. حالا شما آماده‌اید تا هر فعلی رو توی هر جمله‌ای تحلیل کنید. از این به بعد هر وقت یه جمله فارسی میخونید یا میشنوید، اون قاعده طلایی رو یادتون بیارید. شما دیگه ابزارش رو دارید که با اطمینان کامل لازم یا متعدی بودن فعل‌ها رو تشخیص بدید. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.